انا دوستای عزیز میگفتن که بهار آمد به دهقان وقتی کار آمد. انا که جوره جونی مو که باشه من میگم تابستان آمد به خلق سنتوده نه انا که کار آمد. انا که جورا وقتی که تابستان میشه مردم سنتوده کار سر میشه و سیزون گندم دروی سیزون علف دروی علف کشی کجم کنی پرزم کنی همه جا طرف با سیزون پیسته سر میشه. انا که سیزون پیسته دانه که مردم ببینه چال داره مشهود نشون میتونه رفته. اینا برادرها سر شد کارو بار حیات سر میشه. انا بچه کارو نگاه کنی چیکار کردن. های برکلا مونده نباشه. های بله امید بای چیکار امید بای برو چیکار این اکای سعید ببینه بسیار این اگه جنا کارو نگاه که کشتیایی که مستقلی کشتیایی که کم کم آب میگذرونن اینا توی که آب میگذرونن بیارن کسی که کشتیش آب میگذرونه بیاره همین سری زمین میبینه مرکه استوار دیگه چیکار کاوش افتگی نگاه اینا میداری میشن میدانی که سخیستی ها میشه که خودش با اونو لواشو خیلی میکنی نه؟ ماست میکنی ماست میکنی رفته همون شیکوپوش محکم میشه درو نه بودکا اینجا قورباغه واریم آبازی کرده میگردن بودکا فقط کارشون آبازی اینا باورم کنید در 40 سال زندگیم با یک چیز دیگر را نفهمیدم که نه پولدار نه حاجی نه ملا نه کرسلشین نه دیگه و دیگهش افضلتر نیست جز خدا ترس. ای همه افضلتر خدا ترس باید خدا ترس باشیم هر یک نفری ما. برای همین که بزرگان میگن که آدمی را نه به نطق و نه به ریش و نه به جان توتی هم نطق بزم ریش خرم جان دار. فراموش نمیکنیم یگام خوبی به ثواب نمیمونه یگام بدی به جواب نمیمونه. رویش که بد